سلام. این عقرب که میبینید این عقرب طلسمه که هر طلسمی هم یک جنی داره، یا از چندین جن یا میشه گفت چند صد جن هم میتونه داشته باشه. وقتی ما توسط موکل خودمون یه طلسمی رو باطل میکنیم، خادم خودمون اون طلسم رو باطل میکنه، اون جن کافر رو میکشه و برای اینکه به ما نشون بده که اون طلسم باطل شده و اون جن کافر کشته شده، یه نشانه برای ما میفرسته به صورت عقرب یا زارپا که میاد داخل خونه ما و ما اون رو میبینیم و میکشیم. اینم از چنگلای تیزش. این طلسم نابودیه که برای یک شخصی زده بودن، سردی و نابودی، و جنه افریتی داشته، افریت سیاه داشته و خیلی خطرناک، و ما این جنه رو به اذن الله سبحانه و تعالی و با کمک اون موکل جلیل القدر از بین بردیم و اینم نشانش.